خب بریم که این بار دستگاه رو با بیواکس ببریم با حالت پپر اسکرین و ببینیم چجوری باید روندش چجوری. نیازی که اول دستگاه رو با حالت DFU ببریم، کابل متصل میکنیم، دکمه هوم و پاور رو میگیریم، یک دو سه چهار، پاور رو میگیریم، دستگاه رفت رو حالت DFU. حالا بیواکس رو متصل میکنیم، برنامه JC ریپر رو باز میکنیم. سلام علیکم. سلام. حالا آیفونمون رو انتخاب میکنیم، 6 پورتمون که بهمون داده رو انتخاب میکنیم. خب پورت انتخاب شد، دیوایس هم که انتخاب شد. حالا بریم متصل کنیم به هم دیگه. کافیه که توی برنامه JC ریپر یک کلیک روی این قسمت انجام بدیم و یس رو بزنیم و کارشو داره انجام میده. خب دستگاه رفت روی پپر اسکرین همونجور که میبینید و توی برنامه هم نوشته. یه کواری میگیریم، اینجا میشه تمرین کرد؟ یه کواری میگیریم بعد رنگ رو میتونیم اینجا تغییر بدیم، مدل رو و رایت کنیم. مثلا الان رنگ رو گلد میذاریم، رایت میکنیم، یا رایت کلی هم میره. اگه همه رو تغییر داده باشیم میتونیم این دکمه رو بزنیم و همه موارد رایت میشه. دیگه نکته نمیمونه همین.